بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله و آله و صحبه. سوره اسراء آیات 23 و 24. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. خداوند کریم در سوره اسراء آیه 23 و 24 می‌فرماید: و پروردگار تو مقرر کرد که جز او را مپرستید و به پدر و مادر خود احسان کنید. اگر یکی از آن دو یا هر دو در کنار تو به سال خردگی رسیدند، به آنها حتی اف مگو و به آنان پرخاش مکن و با آنها سخنی شایسته بگو و از سر مهربانی بال فروتنی بر آنان بگستر و بگو پروردگارا آن دو را رحمت کن چنان که مرا در خردی پروردند. در حقیقت در این دو آیه سوره اسراء قسمتی از ریزکاری‌های برخورد مؤدبانه و فوق العاده احترام‌آمیز فرزندان را نسبت به پدران و مادران بازگو می‌کند. اولاً از یک سو انگشت روی حالات پیری آنها که در آن موقع از همیشه نیازمندتر به حمایت و محبت و احترامند گزارده می‌گوید کمترین سخن اهانت آمیز را به آنها مگو. آنها ممکن است بر اثر پیری به جایی برسند که نتوانند بدون کمک دیگری حرکت کنند و از جا برخیزند و حتی ممکن است قادر به دفع آلودگی از خود نباشند. در این موقع آزمایش بزرگ فرزندان شروع می شود. آیا وجود چنین پدر و مادری را مایه رحمت می دانند و یا بلا و مصیبت و عذاب؟ آیا صبر و حوصله کافی برای نگهداری احترام آمیز از چنین پدر و مادری را دارند و یا هر زمان با نیش زبان با کلمات سبوک و اهانت آمیز و حتی گاه با تقاضای مرگ او از خدا قلبش را می فشارند و آزار می دهند؟ ثانیاً از سوی دیگر قرآن میگوید در این هنگام به آنها اف مگو، یعنی اظهار ناراحتی و ابراز تنفر مکن. و باز اضافه می کند با صدای بلند و اهانت آمیز و داد و فریاد با آنها سخن مگو. و باز تأکید می کند که با قول کریم و گفتار بزرگوارانه با آنها سخن بگو که همه این توصیه های الهی نهایت ادب در سخن را میرساند که زبان کلید قلب است. در احادیث در مورد احسان به والدین بسیار سفارش شده و از آزردن آنان نکوهش به عمل آمده است. پاداش نگاه رحمت به والدین حج مقبول است. رضایت آن دو رضای الهی و خشم آن دو خشم خداست. احسان به پدر و مادر عمر را طولانی می کند و سبب می شود که فرزندان نیز به ما احسان کنند. در برخی احادیث آمده است حتی اگر تو را پدرت یا مادرت بزند
تو اوف نگو، خیره نگاه مکن، دست بلند مکن، پیش پیش آنان راه نرو، آنان را به نام صدا نزن، کاری مکن که مردم به آنان دشنام دهند، پیش از آنان منشین و پیش از آن که از تو چیزی بخواهند به آنان کمک کن. سرانجام خداوند می‌فرماید حتی موقعی که رو به سوی درگاه خدا می‌آوری، پدر و مادر را چه در حیات و چه در ممات فراموش مکن و تقاضای رحمت پروردگار برای آنها بنما. مخصوصاً این تقاضایت را با این دلیل همراه ساز و بگو خداوند، همان گونه که آنها در کودکی مرا تربیت کردند، تو مشمول رحمتشان فرما. چگونه به پدر و مادرمان احترام بگذاریم؟ تا به حال به این فکر کرده ایم؟ خیلی ها میگویند پایمان را در برابرشان دراز نکنیم، با لحنی نامناسب با آنها سخن نگوییم، به خواسته هایشان احترام بگذاریم و موارد دیگر. اما آیا واقعاً همینها احترام به پدر و مادر هست؟ به نظر می رسد احترام به پدر و مادر زمانی صورت می گیرد که ما احترام به خود را بیاموزیم. زمانی می توانیم به دیگران مهر بورزیم. زمانی می توانیم شخصیت دیگران را حفظ کنیم. زمانی می توانیم حرمت دیگران را نگه داریم که به خود مهربانی کنیم. شخصیت خود را بیشتر از همه حفظ کنیم و حرمت خودمان را نگه داریم. هر وقت که در این کار قوی شدیم، آنقدر شخصیتمان رشد می کند که به پای همین شخصیت متعالی هیچگاه نه تنها به پدر و مادر بلکه به هیچ انسان دیگری به احترامی نخواهیم کرد. حس می کنم این شیوه بهتری برای احترام به پدر و مادر است، چرا که با کار کردن روی شخصیت خودمان بهتر می توانیم حرمتها را شناخته، حد و مرزها را تعیین کرده و از خود احترام نشان دهیم. البته یادمان نرود آرزوی هر پدر و مادر این است که فرزندشان دارای شخصیت متعالی باشد. پس شخصیت خود را پیدا کنیم تا هم آرزوی والدینمان را جامه عمل بپوشانیم و هم آنان را به طور شایسته احترام نماییم. سروده زیبایی است که امیدوارم زبان حال همه ما باشد. اگر مهری به دل دارم، اگر عشقی به سر دارم، یقیناً مادرم داده و یا ارث از پدر دارم. چو مادر یاورم باشد، پدر باشد دعاگویم، نه از بیگانه باکم هست، نه پروا از خطر دارم. اگر عشقی پدر ورزم وگر مادر نیازارم، بدون شک در این وادی خدا را در نظر دارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.